بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پاک خداوند متعال. در این ویدیو 5 بنای اسلام میخوانیم که او 5 بنایی که اسلام سرزو استوار است، اسلام سرزو استاد است. و 5 بنا چیست؟ خب از جمله 5 بنای اسلام اولین بنا که از همه اینها کرده مهمتر و اهم است عبارت است از کلمه طیبه. این که یک مسلمان اقرار کنه به این که لا اله الا الله و محمد رسول الله. اولین رکن و اولین بنای اسلام هم اینمی است. دوم از بنای اسلام عبارت است از نماز. نماز هم نمازهای پنجگانه یا 5 وقت بر هر مسلمانی که واجد شرایط باشه، یعنی به سن بلوغ و شرایط نماز داشته باشه، 5 وقت نماز بر هر مسلمان فرض است که باید بخوانه و انجام بده. بنای سوم اسلام هم عبارت است از روزه. روزه در سال 1 ماه که به نام شهر رمضان یا ماه رمضان برش میگه فرض است بر هر مسلمان، البته مسلمانی که عذر نداشته باشه. بعضی مریض می باشه یا کدام تکالیف دیگر داره، بغیر از عذر مسلمانی که فاقد از عذر باشه بر زو در سال 1 ماه روزه گرفتن فرض است. بنای چهارم اسلام هم عبارت است از زکات. زکات هم بر افراد غنی، کسایی که وضع زندگیشان خوب است، سم است، زکات بر زنا هم لازم است که برای افراد بدهند که اونا وضع زندگیشان خوب نیست و فقیر هستند، یعنی از غنی به فقیر زکات دادن. و هم بنای پنجم اسلام عبارت است از حج. حج هم برای افرادی که واجد شرایطش باشه و وسط و توان حج داشته باشه در طول عمر 1 دفعه فرض است حج که باید انجام بدهد. تشکر.